یه قاتل چجوری عمل میکنه و چجوری تصمیم گیری میکنه. جدیدترین ساخته دیوید فینچر دکیلر که ما رو میبره تو مغز قاتل. برو بریم. خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه از کانال تکراتو. تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه آخرین ساخته دیوید فینچر یعنی دکیلر رو بررسی بکنیم. فیلمی که من خودم دوستش داشتم، تقریبا حتما نظراتم رو میگم. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. قبل از اینکه بخوام فیلم رو براتون بررسی بکنم نیازی که یک سری دیتاهای آماری بهتون بدم. فیلم دکیلر در واقع از یک کمیک مصوری اقتباس گرفته شده با همین نام دقیقاً و دیوید فینچر هم خیلی وقته که قصد ساختن این فیلم رو داشته، ولی خب به واسطه اینکه حالا شرایطش پیش نمی اومده، بودجه اوکی نمی شده، نتونسته بسازه و در واقع فیلم رو بیرون بدن تا همین امسال که خود نتفلیکس با همکاری دیوید فینچر فیلم دکیلر رو دادن بیرون و جزو فیلم‌های مورد انتظار 2023 هم بود. خودم خیلی دوست داشتم که ببینم. معمولا دیوید فینچر توی سبک معمایی و تریلر در واقع صاحب سبکه و خیلی فیلم‌های شاخص خوبی داشته، مثل گانگرل، مثل خود 7 که بهتون گفتم، مثل فایت کلاب، و انتظاراتمون از دکیلر هم خیلی بالا رفته بود. قبل از اینکه انتظاراتتون بیشتر از این هم بره بالا، باید یه دیسکلیمری براتون بذارم و اونم این هستش که این فیلم زیاد با صحنه‌های اکشن کاری نداره. یعنی شما انتظار نداشته باشید که مایکل فاسبندر براتون مثل یه جان ویک بیاد یه دفعه 1 ساعت فقط بزن بکش برو و مثلا اکشن زیاد رو دیوید فینچر بهتون بده، بلکه بیشتر دیوید فینچر توی این فیلم داره روی حرف هایی که خود این قاتل با خودش میزنه، مونولوگ هایی که داره برقرار میکنه، افکاری که داره، قوانینی که داره، همه اینا رو یک دید روانشناختی داره بهش میده و اونا رو بررسی میکنه. از وایب فیلم اگه بخوام بهتون بگم، فیلم داره یک وایب خیلی سرد و خشکی و اصطلاحاً بهتون تحویل میده. کادرها بیشتر کادرایی هستن که یک رنگ آبی کولی روشون هستش و کلاً فیلم یک تم یخی داره. یعنی مثلا برعکس اون چیزی که حالا توی فیلم‌های می‌بینید یه تم زردی روشونه، رنگی رو دارم میگم، یه تم زردی روشونه یا مثلا یه تم خاکستری تو تصویره، اینجا ما داریم یک تم آبی خیلی وارم و کولی رو می‌بینیم رو کل فیلم که بتونه اون حس خونسردی و اون حس آرامشه رو به ما انتقال بده تو کل فیلم. و یه چیزی که هستش اینه که مثلا تو خود فیلم اگه دقت بکنید شات‌های ثابت خیلی بیشتر از شات‌های متحرکه، ولی خب یه سری شات‌های متحرکی هم داره که اونا هم واقعا از حق نگذاریم خیلی کیفیت بالایی دارن. در کل انتظار یک اکشن پر از در واقع آپ اند داون رو نداشته باشید که یه قله‌ای داشته باشه هی به کلی صحنه اکشن بهتون تحویل بده. بزن بکشای فیلم شاید در این حده که مایکل فاسبندر میره یه دفعه یه گردنیو میشونه خیلی ساکت. یعنی این کل صحنه‌های اکشن بجز مثلا یه صحنه اکشن که تو کل فیلم کار کردن که شاید بگیم اونجا همون صحنه‌ای که تقریبا مثل بقیه اکشن‌های هالیوودی میتونید ازش انتظار داشته باشید، ولی با این حال وقتی فیلم رو دیدید اگر دقت بکنید همون صحنه رو هم خیلی سعی کردن که ریل کار بکنن. یعنی همون یه دونه صحنه اکشن رو هم خیلی فضاییش نکردن، مثلا جان ویک که با مداد میزنه یه دفعه 100 نفر رو میکشه. یعنی اصلا تو این کانسپت ها دیوید فینچر کار نکرده. به خاطر این هم هستش که فیلم تمرکز اصلیش روی کاراکتر و شخصیت خود قاتله، نه اینی که بخواد در واقع یک مسیر داستانی و با قتل و معماهای قتلی در واقع بخواد چک بکنه. این تریلر بیشتر داره یک ساید روانشناختی رو به شما تحویل میده که ببینید آقا واقعا توی مغز این آدم چی داره میگذره، این آدم چه تفکراتی داره که آقا به اینجا رسیده. اصلا خیلی جالبه که چجوری خودش رو توجیه میکنه. یه دیالوگ خیلی شاخصی توی فیلم هستش، من خودم خیلی اونو دوست داشتم، که مایکل فاسبندر داره به صورت مونولوگ صحبت میکنه و صحبتش هم اینه که بعد خیلی جالبه این صحبت ها هیچ کدوم لب نمیزنه، یعنی همش توی ذهنشه، هیچ کدوم از مونولوگایی که توی فیلم میبینید رو عیناً به شما نمیگه، همینجوری کامل داره تو ذهنش با خودش صحبت میکنه. و دیالوگ چیه؟ میگه که آقا هر ثانیه تقریبا 4 نفر دارن متولد میشن و در هر ثانیه 2 نفر دارن از بین میرن تو کل دنیا. جمعیت زمین رو میگه، یه آمار استاتیستیکی میگه، یه آمار در واقع اینجوری از زمین میده و میگه آقا کار من هیچ تأثیری نداره. Nothing I've ever done will make any dent in these metrics. اینی که مثلا من یه دفعه یه پروژه بگیرم
یه قتلی هم انجام بدم هیچ تأثیری توی روند دنیا نداره. برای همین یه توجیه بزرگی که داره میکنه اینه و میشه در واقع یک تعمیم میداد به این قضیه که یک آدم حالا پوچگرا هستش و داره با این کانسپتا دست و پنجه نرم میکنه. یه سری قوانینی رو داره که تو طول فیلم هی داره تکرار میکنه که حالا میرسیم سر کاراکتر مایکل فاسبندر، با هم حتما راجبش صحبت میکنیم. اما در کل خواستم این رو بهتون بگم که از دکیلر انتظار یک اکشن خیلی های رو نداشته باشید و بیشتر به چشم یک فیلم روانشناختی بهش نگاه بکنید که یک اکشنی هم داره بهتون تحویل میده. One is born, lives their life, and eventually one dies. و اما بریم سراغ مایکل فاسبندر، یکی از بازیگرایی که من خودم خیلی دوستش دارم، از قدیم هم دوستش داشتم، از سر ایکس من که مگنیتور برامون بازی میکرد، از سر فیلم شیم خیلی بازیای درخشانی اونجا داشتش واقعا، و اینجا هم فینچر داره ازش یک بازی خیلی خونسرد، خیلی یک قاتلی که رو نظم داره میره جلو، روتینه، اصلا با احساسات کاری نداره ولی درگیر احساسات میشه که حالا اینا رو همه رو با هم صحبت میکنیم. کل فیلم کانسپتش اینه که این قاتل داره خودش رو توجیه میکنه که یک اکتی رو انجام بده، داره یک سری قوانینی برای خودش میذاره و یک شرایطی پیش میاد که مجبور میشه همه اون قوانینی که هی در طول فیلم داره با خودش تکرار میکنن رو زیر پا بذاره و این دقیقاً میشه اون نقطه‌ای که میاد توی بحث روانشناختی داستان که شما ببینید آقا این کاراکتر چقدر داره دست و پنجه نرم میکنه. به طور مثال گفته میشه که آقا توی فیلم یه مونولوگ هایی داره با خودش، هر سری که داره یک اکتی رو انجام میده توی مثلا اون پروژه هایی که گرفته، تحت عنوان این که آقا مثلا فی‌البداهه عمل نکن، پیش بینی بکن، Anticipate, don't improvise. احساساتی نشو، احساسات آدمو ضعیف میکنه. Forbid empathy. چی مونولوگایی رو هی تکرار میکنه استیک تو د پلان، مثلا طبق نقشت پیش برو، هیچ موقع میگم فی‌البداهه عمل نکن. ولی دقیقاً توی اول فیلم شما با این مواجه میشید که از همون اول نقش فیل میشه، به واسطه اون یه چیز دیگه فیل میشه، همینجوری زنجیرواره دیگه. یه مثالی هستش اصطلاحاً توی فکر میکنم چین استفاده میشد این مثال، این ضرب المثل، که میگفتن که آقا یه اسبی داشته میرفته، این نعلشو در واقع خوب چیز نکرده بودن، نعل کاری نکرده بودن، حالا اصطلاحشو نمیدونم دقیقاً. این اسب میخوره زمین، این اسبی که میخوره زمین یه سپاهی در واقع چیز میشه، شکست داده میشه، سپاهی که شکست میخوره یه کشوری میخوره زمین، همینجوری زنجیروار طی میشه این مسائل. اینجا هم تو فیلم این رو میبینیم، یعنی در واقع اون قوانینی که هی داره به خودش تکرار میکنه از اول فیلم استارت بریک شدن اونها میخوره و چالنجش که این چجوری حالا اونها رو هندل میکنه. به طور مثال شاید نیم ساعت اول فیلم رو که میبینید، بقیه فیلم کاملا داره درگیر احساسات قضیه میشه، چیزی که آقا خودش بارها داره میگه که آقا اگر مثلا احساساتی نشو و اگر وارد جنگی شو که برات یک سودی داره، سود مالی داره، یعنی قشنگ کاملا داره یک کاراکتر مزدور تایپ رو میاره و عملا داره میگه که آقا من شغلم اینه، مثلا نه روانی هم نه چیزی، میگم به خاطر همون دیالوگی هم، همون مونولوگی هم که داشت گفته بود آقا کار من تأثیری نمیذاره، کاملا داره به عنوان یک هیته شغلی بهش نگاه میکنه، اصلا براش خیلی چیز نیستش. برای همینم خیلی قوانین سفت و سختی داره. Fight only the battle you're paid to fight. ولی با این حال فیلم جوری برای ما پیش میره که برای اولین بار این قاتل بعد از مثلا 20 سال 30 سال تجربه که توی این فیلد داره، یه دفعه شروع میکنه در واقع چیز کردن اونها، به بریک کردن اونها و ضد اونها عمل کردن. خود مایکل فاسبندر هم اگه بخوایم راجبش صحبت بکنیم، خیلی میگم توی قسمت بازی گرفتن گفتم واقعا تونسته به شما این وایب رو انتقال بده که واقعا یه آدمیه که هیچ براش اهمیتی نداره، هیچ به هیچ جاش نیستش، ولی در درون خیلی تضاد داره. یعنی تمامی اون مونولوگ ها کاملا این تضاد رو شما میتونید حس بکنید و خیلی جالبه که نشون میده بهتون که این آدم یه آدم آکادمیک بوده. به طور مثال حالا یه دیالوگی که داره، بیشتر از این اسپویل نمی‌کنم، فقط داره میگه که آقا من یه بنده خدایی از دانشجو حقوق خوندن من رو منصرف کرد و من وارد این فیلد شدم. نشون میده که آدم آکادمیکی هم بوده، آدمی نبوده که مثلا اصطلاحاً شرور باشه و وارد این هیته بشه. برای همین ایناش خیلی جالبه که دیوید فینچر به قتل به عنوان یک شغل نگاه کرده
یه چند تا نکته هم در پایان میخوام بهتون بگم که نظرات خودم هستش. به نظر من فیلم یه شباهتی داشتش به دکستر، من باب این که خب دکستر هم داره روی کاراکتر قاتل، داره روی مونولوگ هایی که با خودش داره، اون در واقع اینجای قاتل داره بیشتر تمرکز میکنه. کیلر هم همین قصد رو داره، ولی تفاوت اصلی که این فیلم و اون سریال با هم دارن این هستش که توی دکستر یک سری قوانینی رو داره، از اول سریال تا آخر بهش پایبنده همیشه، ولی اینجا توی دکیلر مایکل فسبندر همون اول داستان مجبور میشه که اون قوانین خودش رو زیر پا بذاره، همون درگیری های درونی که با خودش داره. و اگر بخوام کیلر رو براتون دوباره باز حالا شبیه سازی بکنم با فیلم های دیگه هالیوودی، میتونم بهتون بگم یک جان ویک کاملا رئال هستش، یه جان ویک کاملا منطقی، واقعی، در حدی منطقی که مایکل فسبندر توی فیلم آمازون رو باز میکنه یا دیوایس سفارش میده، میره یه اکتی رو انجام میده که اگر شما خودتون هم قصد داشته باشید یه کیلر باشید، راحت میتونید با مراحلی که مایکل فسبندر طی میکنه برید جلو. انقدر فیلم منطقی و واقعی ارائه است. و بهتون گفتم مثلا هیچ موقع شما سکانسی تو فیلم نمیبینید که یه دفعه این قاتل شبیه یه سوپر هیرو بزنه همه رو ناکار بکنه، نه، کاملا داره روی اون شخصیت خودش تمرکز میکنه و به نظر من این جذابتر. یعنی توی سینمایی که حداقل فیلم های سوپر هیرویی خیلی هستش مثل مارول و دی سی و اینا، شاید خود من ترجیح بدم که دیگه فیلم های تریلر، فیلم های اکشن هم یک ذره دوز رئالش بیشتر باشه تا اینی که بخوام حالا اینجا هم دیگه یه چیز سوپر هیرویی ببینم. و اگر بخوام حالا نظرات خودم رو بگم، من واقعا موزیک متن فیلم رو خیلی دوست داشتم. یعنی شما کلن این میکس شدن کاراکتر با موزیک رو در تمامی سکانس ها لمس میکنید و درکش میکنید. حتی موزیک هایی که انتخاب میشه اگر به لیریکشون دقت بکنید خیلی جاها با فیلم سازگاری دارن، از در واقع خود اون مونولوگ هایی که مایکل گفته یا اون شرایطی که داخلش هستش، موزیک هم میخونه بهش و واقعا خیلی خوبه، وایب خوبی رو برای من ایجاد کرد. کادربندی فیلمو من دوست داشتم، کادربندی بودش که حالا چندین بارم دیده بودم توی سری فیلم هایی که از این تم کول استفاده میکنن، ولی با این حال من دوست داشتم این رو. ولی انتظاری که خودم داشتم از تریلر، خب فینچر همیشه تریلرهای جذابیه، هیچ موقع تریلر بدون جاذبیت رو بگو بدون جذبه بهتون تحویل نمیده، ولی دوست داشتم که مثلا فیلم یه ذره داستان بهتری داشته باشه، یعنی بیشتر به کاراکترهای فرعیش بپردازه، یا اگر قصد اینه که تو به صورت روانشناختی این کیلر رو باز بکنی، خب اوکی یه ذره بیشتر بهش بها میدادی به کاراکترش. اصلا میتونستیم شاید این فیلم رو کامل بدون هیچ سکانس اکشنی ببینیم و فول مونولوگ باشه، شاید اون مثلا نتیجه روانشناختی خیلی بهتری رو بهمون تحویل میدادش. ولی خب اینم یه فیلمی بودش که به هر حال فینچر ساخته، منم نمیتونم بگم فیلم بدی یا خوبیه. نظر من اینه که شاید این فیلم میتونست در برخی جاها بهتر باشه، در برخی جاها هم همینجوری تافت بزنیم خیلی کوالیتی خوبی داره و اوکیه. در نهایت هم اگر بخوام یه نمره از دید خودم بدم، میتونم نمره 7 رو به این فیلم بدم. من واقعا دوست داشتم، هم خود بحث فیلم برداری، این نکته رو بهتون نگفتم راستی، فیلم چون یه فیلم لو باجت هستش، دوربینا کاملا دوربینای دیجیتاله، یعنی این رو هم در نظر داشته باشید که دوربین های سینمایی توی کار استفاده نشده و همه دوربین های دیجیتالن و آنالوگ نیستن، ولی با این حال خیلی کوالیتی خوبی رو دارید دریافت میکنید. من در کلش میگم نمره 7 رو به این فیلم میدم، به خاطر کاراکتر مایکل فاسبندر، به خاطر خود فینچر، به خاطر اون مونولوگ های زیبایی که در یه سری از سکانس ها من میدیدم، واقعا دوست داشتم اون کانفلیکت هایی که خود کاراکتر داشتش با خودش که آقا چرا دارم مثلا این کارا رو انجام میدم یا چرا دارم ضد قوانینم عمل میکنم، اینا خیلی برام لذت بخش بود. سکانس آخر فیلم رو دوست داشتم، حالا اسپویل نمیکنم براتون، ولی سکانسش یه سکانس منطقی بودش، اگر ببینید فیلم رو متوجه میشید. و در نهایت هم راضی بودم از این که تونستم حالا یه 2 ساعتی رو بذارم، تایمم رو بذارم و این فیلم رو ببینم. واقعا راضی بودم. میتونست در یه سری جاها هم بهتر باشه، اما واقعا فیلمیه که بهتون توصیه میکنم حتما بشینید و ببینیدش. اگه دوست دارید بیشتر براتون توی حوزه فیلم و سینما تولید محتوا بکنیم و براتون بررسی بکنیم این فیلم‌ها رو، حتما سابمون بکنید.
اگر از این ویدیو خوشتون اومد و از فیلم کیلر راضی بودید یه لایک بندازید تا این ویدیو، و اگر کامنتی داشتید روی صحبت‌های خود من یا نظری راجع به خود فیلم داشتید خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها هم برامون بنویسید و بشینیم ما هم دیگه بخونیمش. دمتونم گرم، مرسی که تا اینجا همراه من بودید. تکراتو سعی میکنه که براتون یک محتوای بروزی رو تولید بکنه و همیشه با روز مارکت همراه باشید. مراقب خودتون باشید.